سلام دوستان، کامیاب هستم. 1 سال در ایتالیا زندگی میکنم و دوست دارم که زبان ایتالیایی رو خیلی خوب صحبت کنم. این جلسه 4 هست که در خدمت شما هستم. امیدوارم که از 3 درس قبلی چیز خوب و مفیدی یاد گرفته باشید. این برای ادامه فعلا داریم موارد پایه رو مرور میکنیم تا بتونیم بعدش به کتاب رجوع بکنیم. این خیلی مهمه. متاسفانه تو روش‌های دیگه دوستانی که تدریس میکنن از پایه شروع نمیکنن، برای همین مسائل خیلی گیج کننده هستش. صفت، امروز راجع به صفت‌ها صحبت میکنیم. بخش متغیر از گفتمان است که به ویژگی‌های کیفیت، کمیت، رنگ و غیره اسم اشاره داره. صفت در زبان ایتالیایی همیشه تابع اسم است و همیشه تعداد مفرد یا جمع و جنسیت مذکر یا مؤنث آن تابع اسم میباشد. صفت مثل اسم به 2 گونه تولید میشود. بذارید نکته رو براتون توضیح بدم. میگه صفت در زبان ایتالیایی همیشه تابع اسم است. مثل شما میخوای بگی که 4 تا ماشین قرمز. خب ماشین که اسم و قرمز صفتش هست. ما در فارسی میگیم 4 ماشین قرمز یا ماشین‌های قرمز. اسم جمع بسته میشه، تعداد داره، ولی رنگ ثابته، چه 1 ماشین قرمز چه 100 ماشین قرمز. اما در ایتالیایی این اتفاق نمیفته. در ایتالیایی میشه ماشین‌های قرمزها. به این صورت، یعنی صفت هم مثل اسم تغییر میکنه، جمع بسته میشه، مثل ماشین‌های قرمز. ماکینی روسی، ماشین‌های قرمزی. یا اگر اسم مؤنث باشه صفت مؤنث قرار میگیره، اسم مذکر باشه صفت هم مذکر قرار میگیره. این چیزی که اتفاق میفته. حالا جلوتر میریم بهتون بیشتر توضیح میدم. میگه صفاتی که در مفرد مذکر به او و در جمع مذکر به ای ختم میشوند و در حالت مفرد مؤنث به او و در جمع مؤنث به ا ختم میشوند. این میگه صفت‌ها مثل اسم به 2 گونه تولید میشوند. 1. صفاتی که در مفرد مذکر به او و در جمع مذکر به ای ختم میشوند و در حالت مفرد مؤنث به ا و در جمع مؤنث به ا ختم میشوند. لازم دقت کنید، مؤنث فمینیله، مذکر ماسکیله. مثل این جدولی که اینجا داریم. مذکر روسو، مفرد و جمعش روسی. دقت کنید بچه‌ها، تلفظ حروف یادتون نره. 2 تا اس بین 2 تا حرف صدادار مهم نیست، چون 2 تا اس اومده به صورت تشدید خونده میشه. روسو ز نیست، صدای ز نمیده. مذکر روسو در حالت مفرد و در حالت جمع روسی. مؤنث در حالت مفرد روسا، در حالت جمع روسه. یا مثلا اینجا ما اسم و صفت رو با هم داریم. لیبرو روسو، کتاب قرمز. این برای حالت مفرد مذکر است. حالا در حالت جمع مذکر لیبری روسی، یعنی لیبرو شد لیبری، کتاب ها. روسی روسو شد روسی، قرمز شد قرمزها، کتاب های قرمزهای. توجه شدید اون توضیحی که دادم بهتون؟ یا در حالت یک مثال مؤنث رو داریم اینجا. پن روسا، پن روسا، خودکار قرمز. در حالت جمع مؤنث پن روسه، خودکارهای قرمزها. یا یک نمونه دیگه، حالت مفرد رگازو ایتالیانو. ببینید حالت قبلی برای کتاب بود، اینجا بچه ها هست. رگازو پسرها، در واقع پسر، ببخشید اینجا مفرد هست. رگازو ایتالیانو،
پسر ایتالیایی، پسر اهل ایتالیا، مرد ایتالیایی. در حالت جمع میشه ragazzi italiani، پسرهای ایتالیایی، ایتالیایی های. اوکی. حالت مؤنث macchina italiana، ماشین ایتالیایی. macchine italiane، ماشین های ایتالیایی های. این در واقع می‌دونم متوجه شده باشید، صفت هر بلایی که سر اسم بیاد و روی صفت هم تاثیر میذاره. اگر اسم جمع بشه صفت جمع میشه، اگر اسم مفرد بشه صفت مفرد میشه، اسم اگر مؤنث باشه صفت مؤنث میشه، اسم اگر مذکر باشه صفت هم مذکر میشه. به همین ترتیب. ببینیم برای ادامهش. دومین مدل گفتیم که دو صورت هستش صفت. نکته دوم، صفاتی که در حالت مفرد برای اسامی مذکر یا مؤنث یکسان بوده و به ای ختم میشه. ببخشید به ا. این حواستون باشه، به اصطلاح حرف ا با ای فرق میکنه. صفاتی که در حالت مفرد برای اسامی مذکر یا مؤنث یکسان بوده و به ا ختم میشوند و در حالت جمع برای اسامی مذکر و مؤنث به طور یکسان به ای ختم میشوند. مثل مذکر مفرد ورده، سبز، در جمع وردی. اوکی. این اون قسمتیه که مثل همون اسم ها هستش که جمع و میگه که داشتیم توی جلسه دوم سوم که اسم مؤنث در جمع به ا با ا ختم میشه و اسم مذکر در جمع با ای ختم میشه، ولی یه جا استثنا داشتیم که مذکر یا مؤنث اصلا از اون قاعده مجزا بود، فرق نمیکرد اون اسم یا اون چیز تو حالت جمعش قانون رو زیر پا میگذاشتیم. اینجا الان اون قسمت برگشتیم، میشه ورد در حالت مفرد ورد، در حالت مؤنث هم ورد، در حالت جمع وردی، در حالت جمع مذکر وردی، در حالت مؤنث جمع مؤنث هم وردی. یعنی جنسیتش تاثیر روش نمیذاره، فقط روی مفرد و جمعش فرق میکنه، با ا ختم میشه یا با ای. این یک نمونه. نمونه دیگه مثل لیبرو ورده، کتاب سبز، مفرد مذکر، در حالت جمع مذکر لیبری وردی. اوکی. حالا مؤنث پنه ورده. اوکی. در حالت جمع مؤنث پنه وردی. دقت کنید این صفت ورده یا رنگ سبز، ورده یعنی سبز، رنگ سبز، چه مؤنث چه مذکر شکلش تغییر نمیکنه. اوکی. یعنی تابع صفت نیست، فقط در صورت تابع صفت تابع اسم قرار میگیره که از مفرد به جمع یا از جمع به مفرد تغییر کرده باشه، جنسیت هیچ تاثیر روش نمیذاره. یا یه مثال دیگه، رگازو ایتالیا انگلیزه، ببخشید رگازو انگلیزه، رگازو انگلیزه، پسر انگلیسی، پسر اهل انگلیس. در حالت جمع مذکر رگازی انگلیزی، پسرهای انگلیسی های. اوکی. حالا در حالت مؤنث مفرد مذکر رگازو و مؤنث رگازا. مؤنث رگازا انگلیزه. دقت کنید انگلیزه تو حالت مذکر مؤنثش فرقی نکرد. حالت جمع مؤنث رگازه انگلیزه، رگازه انگلیزه. دقت کردید مؤنث و مذکر این صفت هیچ تأثیری نداره. یه نمونه دیگه یه حالت صفت حالت مثل خوشحال، فلیچه. اینا نمونه هستن برای اینکه بهتر بتونیم این مثال ها رو درک بکنیم.
رگزو فلیچه، پسر خوشحال. رگزی فلیچی، پسرهای خوشحال. ما میخونیم در فارسی پسرهای خوشحال، ولی در واقع نوشته شده پسرهای خوشحال‌ها. اوکی. فلیچه صفت هست و جمع شده، مثل رگز فلیچه، دختر خوشحال. رگز فلیچی، دخترهای خوشحال‌ها. عربیت، عربیت، عصبانی. رگز عربیت، عربیت، پسر عصبانی. رگز عربیتی، پسر عصبانی، پسرهای عصبانی. رگز عربیت، دختر عصبانی. رگز عربیت، دخترهای عصبانی. سوپرسو، شگفت زده. پزو، دیوانه. ملاتو، مریض. تریسته، غمگین. تیمیدو، خجالتی. شما میتونید با این کلمات به عنوان مثال برای خودتون یک کلمه، یک جمله بسازید برای تمرین. مثلا رگاتسو سوپرسو، پسر شگفت زده. یا ragazza timido، ragazza timido. اوکی. ragazza timida، ragazza timida. یا مثل این. جلو، زرد. کپلو، جلو، کلاه زرد. borsa جلا، کیف زرد. کپلی جلی، کلاههای زردها. در واقع نوشته به این شکل است، ولی ما در فارسی میکنیم کلاههای زرد. بورس جله، کیف‌های زرد. یعنی بورس معنی کیف میده، کیف دستی. ارنجونه، رنگ نارنجی. کوادرنو ارانچیونه، کوادرنو ارانچونه. یادتون هست بچه ها حروف ترکیبی چی ای صدای چی میداد. کوادرنو ارانچونه، دفتر نارنجی. کوادرنی ارانچونی، دفترهای نارنجی. شارپا شارپا ارانچونه، شال نارنجی یا روسری. شارپ ارانچونی، شالهای نارنجی. یا رنگ‌های دیگر رو داریم. روسو، ورد، نرو، چلسته، مرونه. دوتا آر پشت سرم، دوتا ار پشت سرم. مرونه، قهوه‌ای. صفت‌های ملیتی: امریکانو، آمریکایی. نگوزیو امریکانو، مغازه آمریکایی. نگوزیو مغازه. امریکانو آمریکایی. نگوزی امریکانی، مغازه های آمریکایی. هایی در واقع نوشته شده. مکینا، یادتون هست که صدای که وقتی از چی میخوای بگیرید یه دونه حرف آکا قرار میگیره، ولی حرف آکا خوانده نمیشه. مکینا امریکانا، ماشین آمریکایی. مکین امریکانه، ماشین های آمریکایی. یا هلندزه. دقت کنید یادتون هست حرف اس وسط دو تا حرف صدادار قرار بگیره، صدا ز میده. رگزو هلندزه، پسر هلندی. رگزی هلندزی، پسرهای هلندی. رگزا هلندزه، دختر هلندی. این اون صفتیه که مؤنث مذکر نداره، فقط جمع داره. اوکی، فقط جمع داره و مفرد. رگتس هلندزه، دختر هلندی. رگتس هلندزی، دخترهای هلندی. دقت کنید هلندزی مؤنث و مذکرش تاثیر روش نمیذاره، فقط روی جمع و مفردش تعیین میشه. حالا کشورهای دیگه مثل فرانچزه،
argentino, brasiliano, سوئدزه، سوئدی. میتونید مثل این مثال تمرین کنید به خودتون از این کلمات استفاده بکنید. یه نکته داریم، اگر یک اسم مذکر و یک اسم مؤنث داشته باشیم صفت جمع مذکر خواهد بود. یعنی بامبینو ا بامبینا سونو ایتالیانی. یعنی بامبینو بچه مذکر، ا میشه و، بامبینا بچه مؤنث، پسر بچه و دختر بچه ایتالیانی. ببینید جمع شده چون دو نفره، بیشتر از یه نفره و به صورت مذکر شناخته میشه. این اتفاقی که در زبان ایتالیایی میفته. یعنی شما 100 نفر داشته باشید، 100 نفر 99 تاشون دخترن، خانومن، یک دونه پسر قرار میگیره. شما باید به جمع ببندید چنتو رگاتزو، چنتو رگاتزی، ببخشید چنتو رگاتزی، یعنی 100 تا در واقع پسر، 100 تا مرد. تعریف اینطور میشه. یا مثلا 99 تا 100 تا بچه دارید، بچه کوچولو، 99 تا دختر بچه، یه دونه پسر بچه. دقیقا همین میشه چنتو بامبینو ایتالیانی. اوکی، صفتش مذکر قرار میگیره. پسر بچه و دختر بچه ایتالیایی برای ما معنیش خیلی فرق میکنه تا برای ایتالیایی. یا یک نمونه دیگه، کپلو ا گونا سونو روسی، کلاه و دامن قرمز. یا ما مثلا میگیم این کلاه و دامن قرمز هستند، کلاه و دامن قرمز هستند. اوکی. اینجا میگه اشاره داریم به اصطلاح به اسامی کشورها و گروه‌های مختلف صفت‌های ملیتی. ببین ما مثلا اسم کشور ایرانه و صفت آدم‌هایی که اهل ایران هستن میشن ایرانی‌ها، درسته؟ اینجا ما اینو مرور میکنیم. اسم کشور مکزیک، المزیکو، المسیکو، ایل مسیکو. دقت کنید دو تا اسه، ایل مسیکو. صفتش میشه مسیکانو و مسیکانا، مذکر و مؤنث، مرد زن. l'Italia، l'Italia، italiano، italiana. il Brasile، il Brasile، il Brasile، brasiliano، brasiliana. l'Australia، l'Australia. دقت کنید این یه جورایی تقریبا با هم دیگه خونده میشه. l'Australia، australiano، australiana. l'Iran، 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 iraniano، iraniana. این کشوری که صفتشون با اس تموم میشه. لینگلتره، لینگلترا، ببخشید لینگلترا انگلستان، انگلیسی، انگلیسی. لا دانمارکا، لا دانمارکا، دانمارک، دانزه، دانزه. لا فرانچیا، لا فرانچیا، فرانچزه، فرانچزه. ایل ژاپونه، ایل ژاپونه. یادتون هستش که جی با ای و ا میشه ج. اینجا هم که پی دوباره اومده تشدید میخورید. ایل ژاپونه، ایل ژاپونه. ژاپن، ژاپنزه، ژاپنزه، ژاپنی.
کشورهایی که صفتشون با اینو یا اینه شروع میشه تموم میشه: الجیریا، الجیریا، الجزایر، الجریانو، الجریانا، مرد، زن، مذکر، مؤنث. لفیلیپینه، لفیلیپینه، فیلیپینو، فیلیپینا. Marocco، ماروکو، مراکش، ماروکیانو، ماروکینو، ببخشید، ماروکینا، مذکر و مؤنث. لا تونیزیا، لا تونیزیا، تونس، تونسیو، تونیزیو، دقت کنید، تونیزیو، تونیزینا، تونیزینو، تونیزینا، تونیزینو، تونیزینا. و این هم اسامی صفت کشورهایی که در حالت ملیت جز استثناء هستن. یعنی مثلا اون قواعد جمع و یا مفرد رو یا به قولی مؤنث مذکر رو مثل اونهای دیگه جواب نمیده، فرق میکنه. لجرمانیا، آلمان. تدسکو، تدسکه. لا جرمانیا، تدسکو، تدسکه. لا اسپانیا، یادتون هست جی و ان. لا اسپانیا، لا اسپانیا، اسپانیا. اسپانیولو، اسپانیولا. لا استرالیا، ببخشید، لا استریا، لا استریا، اتریش. اوستریاکو، اوستریاکه. می‌بینید اینجا صدا که میده، صدا چه نیست، چه تلفظ نکن. لا روسیا، لا روسیا. روسو، روسا، روسو، روسا. Il Belgio، il Belgio. بلگه، بلگه. ببینید هیچ فرق نمیکنه، بلگ مؤنث مذکرش هیچ فرقی نکرد اینجا. لا پولونیا، لهستان. پولاکو، پولاکه. لا سویتزرا، لا سویتزرا، سویتزرو، سویتزرا. اینم از جلسه امروز بود. ببخشید من امروز خیلی توپق داشتم، هرچی که جلوتر میره یه مقدار تلفظ رو بیشتر نیاز به تمرین داره. امیدوارم که درس امروز هم به کارتون بیاد. کانال رو هم آدرسش رو توی کپشن میذارم، میتونید برید در کانال تلگرام و اونجا فایل های آموزشی هست، هم کتاب فچیلی زیرو که میتونید تمریناتش انجام بدید و یه سری جزوه های دیگه که همشون اونجا هستن. حالا به صورت اینطور که جلو میریم، همینطور که جلو میریم به مرور اون کانال هم فایل های جدیدتری من درش قرار میدم که بتونیم جلو بریم. یه دفعه این فایل های سنگین رو من الان نمیذارم داخلش که بتونیم درست بریم جلو. ممنونم، متشکرم از اینکه توجه کردید. ممنونم از آقای آرش عظمی که این دروس رو قبلا انجام دادن. من دارم از فایل ایشون استفاده میکنم، در واقع چیزی که از فایل ایشون یاد گرفتم رو دارم با شما به اشتراک میذارم. ممنونم، لطفاً سابسکرایب و لایک هم فراموش نشه و به دوستانتون هم معرفی کنید. متشکرم، روز خوب و پرنشاطی داشته باشید. سال نوتون هم مبارک.